سلام بچه‌ها، اومدیم یه فال دیگه بگیریم راجع به اینکه ما انسان‌ها برای چی زندگی میکنیم. و اینجا من با تاروت یا همون کارتای خودم چند تا کارت کشیدم و اینکه یه پیام اوراکلم در آخر بهتون میگم. اول اینکه نتیجه کلی فال اینجوری بود که زندگی انسان ها سفر هماهنگی بین ماده و روحه. ما اینجا هستیم تا بین لذت های زمینی و رسالت الهیمون والی از عشق و آگاهی بسازیم. و حالا کارت اول میگه که باید یاد بگیریم تعادل بین دو جهان مادی و معنوی رو برقرار کنیم، یعنی زمانمون رو مدیریت کنیم، دنیای فیزیکی و درونیمون. و ما اینجاییم که یاد بگیریم وسط این دوگانگی رقص تعادل ایجاد کنیم، نه جنگ. و درس ما همینه، تعادل بین دو جهان. اینجا نقطه شروع چرخ است، انتخاب‌هایی بین دنیای فیزیکی و بعد معنوی. اما با دوگانگی به دنیا میاییم، اما این دوگانگی در حقیقت بستری برای رشد و یادآوری وحدته. و اگر این دوگانگی رو درک کنی، مأموریتت آغاز میشه و آغاز شده. و چون مأموریت ما اینه که این دوگانگی رو درک کنیم دیگه. مثلا ما اینجا باید یاد بگیریم که تعادل بین همه چی داشته باشیم، بین مادی یا زندگیمون، بین احساسات و منطقمون و بین برونگرایی، درونگرایی و هر چیزی که هست. وقتی که ما انرژی مردان زنانه هم هست همینطور، وقتی که ما میایم تعادل رو به هم میزنیم و اون انرژی ها رو دستکاری میکنیم و به نوعی دیگه رفتار میکنیم، تعادل زندگیمون به هم میخوره. و تعادل مهمترین چیز توی زندگیه. وقتی که این تعادل به هم میخوره، ما درگیر یه چرخه میشیم یا همون چرخه های کارمایی تا یاد بگیریم این تعادل رو حفظ کنیم بین این دوگانگی. چون یکی از هدفهای اصلی زندگی ما توی زمین همینه که یاد بگیریم تعادل رو حفظ کنیم بین همه تضادهایی که توی وجودمون و توی بیرون هست. و این یه مأموریته. و اینکه اون موقعی که گفتم انرژی مردانه و زنانه، منظورم فقط مردانه و زنانه به صورت فیزیکی و جسمی نبود، بلکه انرژی های مردانه و زنانه هستن که درون ما وجود دارن. میتونه یه مرد باشه که سرشار از انرژی زنانه باشه و حتی یه زن که سرشار از انرژی مردانه باشه. و الان این قابلیت ها و یا این ویژگی ها زیاد دیده میشه بین اکثر مردم. و خب این که این تضادها بیشتر شدن، یعنی که تو نمیتونی از روی فیزیک و ظاهر هر کسی تشخیص بدی که اون الان چه انرژی درونش داره. یه سریا رو میشه ولی یه سریا رو نمیشه. و این دوگانگی ها دارن تبدیل به یه چهارگانگی میشن و تعادل به هم خورده، یعنی بین دو چیز شده 4-5 تا چیز. یعنی یه چیز کوچیک و ساده شده یه چیز بزرگ و ناهماهنگ. به این معنی نیست که انسان ها مربوط به مجبور به کار خاصی باشن و یا بخوان که خودشون رو محدود کنن. ما به دنیا میایم که بدون محدودیت زندگی کنیم بین همه این تضادها، نه تعصب چیزی رو داشته باشیم و یا بخوایم خودمون رو در قالبی جا کنیم. در اصل آگاهی همون خلاییه که تجربه میکنیم، اما این خلا با عشق پر شده. جهان هستی از عشقه، عشق بین دوگانگی ها، بین تضادها و بین هر چیزی که هست، چه زیبا باشه و چه زیبا نباشه. ما هم به نور نیاز داریم، هم به تاریکی. و کارت بعدی اینجا میگه که کاشت بذر، صبر، رشد آهسته ولی عمیق. و خب این کارت میگه که انتظار برای برداشت،
یعنی زندگی ما فرصتی برای خلق نه مصرف. تجربه صبر، کاشتن و انتظار برای برداشت. و در بعدهای 12 و 13 و بعدهای بالاتر ما انسان‌ها خالق واقعیت هستیم. چیزی رو که می‌کاریم در ابعاد مختلف انرژی بازتاب می‌گیره. ما آماده‌ایم تا از طریق تجربه هوشیاریمون رو تجلی بدیم. و این میگه که ما اومدیم اینجا خالق درونمون رو پیدا کنیم. اون خالقی که همیشه درونمون وجود داشت. ما همیشه اکثر انسان‌ها خدا رو بیرون خودشون جستجو میکنن و فکر میکنن که اون یه شخص بیرونیه که همه جا هست، ولی اشتباه اینه که اون وقتی همه جا هست درون خودت هم هست و بیرون از تو نیست. اون در همه چی، حتی خود تو وجود داره و تو هم ویژگی های اون رو داری، فقط هنوز کشفش نکردی یا در قالب های محدود کننده اون رو زندانی کردی. و ما اومدیم اینجا که با آگاهیمون خلق کنیم، آگاهی که نه فقط از روی انرژی های منفی باشه، بلکه از روی انرژی و قدرت های الهی و بالا باشه. و وقتی که ما درست تصمیم میگیریم، چیزهای درست خلق میکنیم، جهانمون جهان بهتری میشه، هم در تاریکی و هم در نور. و اینکه ما کلاً وقتی که یاد میگیریم چجوری خالق باشیم، چجوری خلق کنیم و در کنارش خالق رو در همه چیز ببینیم و یه تعادل بین بودن و توجه کردن و تسلیم بودن داشته باشیم، اون موقع است که همه چی در بهترین حالت خودش قرار میگیره. ما نباید زندانی قانون‌ها، اعتقادات، دین و یا چیزهای دیگه باشیم. ما باید یاد بگیریم چطور خدا رو در همه چیز ببینیم، حتی در درون خودمون، و باهاش همراستا و یکی بشیم با روحمون، با خدای درونمون و با بخشی که از اون در رسالت روحمون وجود داره و ما باید در این زندگی تجربهش کنیم. کارت بعدی میگه که کارت ناین آف کاپسه و میگه که آرزوی تحقق یافته، رضایت روحی، جشن درونی. و خب میگه که لذت روحی نماد لذت روحیه و میگه که ما برای تجربه عشق، شادی و خود اصیل اینجا هستیم، همون چیزی که من گفتم و این کارت اومده تاییدش میکنه. و این کارت میگه که تو اومدی که مثلا لذت رو پیدا کنی، شکرگزاری کنی و رضایت درونی داشته باشی. و خب از دید بعدهای بالاتر میگه که زندگی ما هدیه‌ای برای تجربه شادی، عشق و زیبایی، نه از بیرون بلکه از درون. ما اینجاییم تا یاد بگیریم که لذت واقعی از اتصال به منبع، نه از وابستگی. و همونطور که من گفتم، یکی دیگه از کارهایی که ما باید توی زندگی یاد بگیریم اتصال به منبع، نه وابستگی. و ما باید یاد بگیریم چه چیزهایی توهمه و چه چیزهایی واقعیت. هیچ دینی نمیتونه محدود کنه اون روح بزرگ رو و اون خالق بی‌نهایتی که هم در کل جهان و هم درون ما وجود داره و ما باید یاد بگیریم با اون یکی بشیم. و خب اینجا میگه که ما اومدیم برای لذت، شکرگزاری و رضایت درونی و این رضایت درونی و این شکرگزاری با تسلیم، با عشق سالم، با آگاهی بالا و با تمرین بر روی معنویت به دست میاد. وقتی که ما خود درونمون و به روحمون متصل بشیم، اون شکرگزاری، اون لذت و اون رضایت درونی عمیقاً و همیشه همراه ماه، حتی توی سختی ها، حتی توی خوشی ها. و ما باید آرزوهای روحمون رو تحقق بدیم، چون روحمون بهتر از هر کسی میدونه که چی برای ما خوبه. و به منبع وصل بشیم، نه از وابستگی بلکه از عشق و اینکه اون
قدرتی بی نهایته و میتونه ما رو در هر شرایطی همراهی کنه و کمکمون باشه. و این رابطه باید دو طرفه باشه، همون دو یشتیست یا تو آف پنتیکالز که میگه که باید یه تعادل بین دادن و گرفتن داشته باشیم، یعنی هر چی میگیریم یا هر چی میدیم همونو دریافت میکنیم. کارت بعدی کارت 9 سکه هست. 9 of wands میشه البته اینجا، چون دوتاش میشه. و خب اینجا داره میگه که باید بعد از هر سختی اعتماد به نفس داشته باشی، استقامت داشته باشی. نه حالا اون اعتماد به نفسی که خودش رو برتر ببینه و از ایگو بیاد، بلکه اون اعتماد به نفسی که آروم میشینه تا همه جا رو خبردار کنه که من در آرامشم. و باید زخمات رو تبدیل به قدرت کنی، چون هر زخمی که میبینی اون تو رو رشد میده و آگاهت میکنه که چه چیزی درونت باید شفاف درمان بشه و چه چیزی باید یاد بگیری و یا حتی قوی تر بشی. و میگی که روحتو یاد گرفته چطور با درد رشد کنه، نه فرار کنه. به حرفش گوش بده و به شهودت اعتماد کن، به حرف قلبت، به حرف عشق. و خب اینجا چون عدد 9 دوبار تکرار شده، نماد بلوغ روحی و رسیدن به نقطه بحران و تولده. عدد 9 اکثرا عدد پایان یک چرخه و آغاز شروع جدید و هم حتی تمام شدن همه کارما هاست. وقتی این عدد دوبار تکرار میشه، یعنی ما باید یه چرخه طولانی مدت رو که شاید برای یه سری در کوتاه مدت و برای یه سری در بلند مدت تر اتفاق بیفته رو ازش بگذریم، جلو بریم و به بلوغ روحی برسیم و بعد باز دوباره یک تولد جدید، تجربه جدید و یه دید جدید. ما همیشه در حال یادگیریم و خب این یعنی ما زندگی میکنیم تا با عبور از ساخته‌های کهنه حقیقت خودمون رو دوباره متولد کنیم، دوباره و دوباره در چرخه‌های جدید و در اتفاقات نو، مثل زندگی‌های قدیمی که هر بار که یه چرخه رو پشت سر میذاشتن پیشرفت‌های تکنولوژی‌های و چیزهای جدیدی کشف میکردن و بعد جلو میومدن. اما بعد از یه چرخه باز علاقه به چیزهای قدیمی پیدا میکردن، ولی نه با اون شکلی که قبلا بوده، بلکه برمیگشتن به اون چیزهایی که بهشون آرامش، به روحشون حال خوبی میداده. و اینجا یه تعادل بین چیزهایی که قبلا بوده و چیزهایی که آینده بوده و حتی خود الانشون برقرار میکردن، یعنی هم گذشتهشون رو میپذیرفتن و همون خود آیندهشون رو و هم خودشون که الان بودن. وابسته به هیچ کدوم نبودن، بلکه هر کدوم برای آرامش روحشون استفاده میکردن، مثل کودک درون و مثل خود برتر. کودک درون به ما شادی، عشق، ریسپذیری و لذت میده و ما رو سرشار از عشق بی قید و شرط میکنه. ما وقتی بچه‌ایم هیچ چیز رو شرطی نمیبینیم و به هیچ چیز قانون نمیدیم و ما آزادیم و اون آزادی از کودک درون میاد که ما باید اون رو نگه داریم. و خود برتر ما به ما تصویری ایدئال از آینده‌ای که قراره بسازیم میده و ما رو به سمت اون میبره. و این یعنی بدون وابستگی به هیچ کدوم ما باید قدم برداریم و رشد کنیم در مسیری که برای ما نوشته شده و ما به اون میرسیم، چون همین الان همه زمانها وجود دارن. کارت بعدی میگه که روح کنجکاوی که آماده تجربه‌های جدید در زمین شده. ما بخشی از خداییم و روحمون انتخاب میکنه که بیاد و زندگی زمینی رو تجربه کنه، مثل انسان ها باشه و یاد بگیره که چجوری بین کلی انسان هایی که هستن زندگی کنه. و اینکه
نیازی هم نیست همه انسان ها بیدار باشن، چون یه سری از انسان ها برای گردوندن چرخه زندگی نیاز هستن و اونهایی که بیدار میشن اونها هم کمک میکنن که انسان های ناآگاه بیشتر به سمت آگاهی بیان و این تعادل بین آگاهی و غیر آگاهی به هم نخوره و جهان ما بر تعادل مدیریت بشه، نظم و بی‌نظمی، تاریکی و نور، آگاه و غیر آگاه. و اینکه الهام، شروع سفر روحی و تجربه گری، این کارت نمادمونه، پیج آف فانز، و میگه که تجربه های جدید فیزیکی میان و یه سفری که باید طی بشه و هر انسانی وارد بازی زندگی میشه تا از طریق آزمون‌های بدن، ذهن و احساسات قدرت‌های روحیش رو بازیابی کنه و با روحش یکی بشه. و ما اینجاییم تا به جسم احترام بذاریم، چون مسیر روحمون از دل جسم عبور میکنه و دقیقا همینطوره. ما باید بین جسم و روحمون یه تعادل ایجاد کنیم و ارتباطشون رو خیلی قوی کنیم، چون ما نه انسانیم نه روح، نه جسمیم نه غیر جسم، هر دوش هستیم و این تضاد باید با هم در وحدت کامل و عشق یکی بشه، نه در شر. و اینکه ما باید با روح یکی بشیم ولی جسممون هم باید با روحمون یکی بشه، یعنی یه تعادل بین دو چیز. و اینجا کارت پشت دسته، کارت 4 جام، میگه که بیمیلی ظاهری ولی فرصت معنوی در پشت پرده. میگه که شاید خیلیاتون حس کنید که گم شدید، به زندگی بیمیلید یا حقیقتش رو نمیدونید، ولی این فقط ظاهر ماجراست و وقتی که به درون خودتون برین تمام حقیقت‌های جهان رو پیدا میکنید، چون همه چیز از خودتون شروع میشه نه از بیرون خودتون. وقتی از زندگی خسته میشی وقتش عمیق‌تر بشی و تعادل احساسی و محافظت از قلب. و اینکه میگه که گاهی انسان فراموش میکنه که احساسات دروازه اتصال منبعه و خب زندگی ما فرصتیه برای باز کردن قلب، بخشش و ورود به عشق بی قید و شرط و از بین بردن تمام اون کارماهایی که خودمون، اجدادمون و زندگی‌های قبلیمون ساختن. ما اومدیم روحمون رو در بهترین حالت قرار بدیم و این کار از گذر از جهنم و دردهای زیاد و رها کردنهای زیادی بیاد، اما بعدش اونقدر قشنگه که تو تمام اون دردهایی که کشیدی و مثل یک قطره از میل بهشت ببینی. و خب اینجا میگه که در نهایت ما باید در دوگانگی رشد کنیم، آگاهیمون رو تجلی بدیم، عشق حقیقی رو یاد بگیریم، زخمامون رو درمان کنیم، از آشوب‌ها دوباره متولد بشیم و روح و جسممون رو ادغام کنیم و قلبمون رو باز کنیم. و اینکه حالا پیام اوراکل تو به زمین اومدی نه برای تنها بودن، بلکه برای فعال کردن کدی که در قلبت داشتی. منبع تو رو فرستاد تا تجربه جدایی رو لمس کنی، تا بازگشت به یکی بودن رو یادآوری کنی نه یاد بگیری. تو اومدی تا نشون بدی انسان بودن همون فرا انسان بودن در پوشششه و تو میتونی هم انسان باشی هم فرا انسان و این تعادل مهمه. کارت دوید، بزرگترین ترس انسان‌ها از هیچ چیز هستش که درونشونه سکوت، تنهایی، سوال بی جواب و اون خلأ. ولی در همین خلأه که روح شروع به حرف زدن میکنه. زندگی واقعی از دل تاریکی، سکوت و پذیرش ناشناخته متولد میشه و به نور میره و این بخشیه که خیلی فرار میکنن ازش، ولی در واقع بخشیه که باید اون رو بپذیرن چون اونم بخشی از زندگیه. Inner Temple. آره، Inner Temple
کارت اینر تمپل میگه که راه اتصال به رسالتت بیرون از تو نیست، با عشقها و لذتهای زودگذر، با آدمها و حتی خوشیها که تو رو لحظه ای شاد میکنن، بلکه تو نیاز به جستجو نداری، چون دروازه الهی در قلب توه و هر بار که به درون میری نه تنها خودتو بلکه هدف آفرینش رو درک میکنی. زندگی ما تمرینی برای زیستن با قلب نه ذهنه و ذهن فقط محدودیت ایجاد میکنه و مانعی برای روح میشه، اما قلب همه چیز رو بی نهایت و زیبا میبینه و تو باید یاد بگیری چگونه قلب و چگونه ذهن رو در راستای قلب به حرکت در بیاری. ذهن ما فقط از ذهن آگاه تشکیل نمیشه همونجایی که ما فکر میکنیم، چون ذهن آگاه چیزهای ناخودآگاه رو پردازش میکنه و احساسات ما حافظه ذهن و همون ناخودآگاه رو، و اینجا قلب ما در مدیریت ذهنه و یا ما از شدت احساس مغزمون رو خاموش میکنیم و این دلیل هماهنگی و این توصیه میکنه که ما باید بین قلب و احساس تعادل ایجاد کنیم، ناخودآگاهمون رو تمیز کنیم، احساساتمون رو واضح بدون وابستگی و از روی عشق بی قید و شرط تنظیم کنیم و ما باید در قلبمون بزیستیم نه توی ذهنمون و که ما زندگی نمی کنیم تا چیزی بشیم، چون ما همه چی هستیم و فقط باید یادآوری کنیم که چه چیزی در درونمون هست و این فهمیدن و تجربه کردن فقط با شنیدن این جملات به دست میاد، بلکه با طی کردن مسیری برای معنویت درونمون ایجاد میشه. خوشحالم که این فال رو باهاتون بودم و باهاتون حرف زدم. امیدوارم که براتون خوب باشه و به دردتون خورده باشه و یه آگاهی نشر داده باشم. تا فال دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.